به نظرتون اگه یک روز زندگیمونو بدیم دست یه بچه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی بد. بهمون بگه چی بخوریم، چی بپوشیم، کجا بریم. که همین امروز امتحانش کنیم. نازلی، یه خبر خوب واسه دارم. امروز قرار پادشاه بشی. هر چی که بگی ما گوش میدیم. واقعا؟ امروز من باید پادشاه بشم. هر چی گفتم باید اون انجام بدم. اما بریم بهش بگیم ببینم راضی میشه صبحونه بخوریم. اینم از صبحونه زیاد خوشش نمیاد. پادشاه سلام، گشنمونه. میریم صبحونه بخوریم؟ من که گشنم نیست. شما بریم غذا بخوریم، من حوصله‌ام تازه سر میره. میشه با هم بازی کنیم؟ چه پادشاهش خوبی میگه میشه با هم بازی کنید. گوگولی این چه کاریه؟ ببخشید من حوصله‌ام سر میره. قرار شد با هم بازی کنیم دیگه. چشم بریم بازی. دیگه باید باش بازی کنیم، صبحونه نخوریم. در همین هنگام باران شروع به باریدن کرد. میگم من گشنمه پادشاه. وایسا دارم بازی میکنم. بعدش میخوام آرایشش کنم. چی؟ توسی میخوام واسه آرایشت کنه. در جریان هستی که من مردم آرایش نمی کنم؟ من پادشاهم، حرف نزن رو حرفم. آقا من نمیام. بیا ببینم مسخره بازی حرف پادشاه نمیام چیه؟ پادشاه تنبیهش کن. بیا چیکار میخوای بکنی؟ تنبیه. چه تنبیه؟ باید غذا نخوری، باید همش بازی کنی، با من کولم کنی. بابایی تو ماشاءالله وزنت زیاده، کمرم میشکنه. نه باید کنی، من پادشاهم دیگه. من صبحونه بخورم پادشاه؟ آره. مرسی. اصلی هم که پادشاه بود همش کولم بود. دیدم دوباره این حقته. چرا گوش نمیدی به حرف پادشاه؟ بابایی چند دور برم؟ 100 تا. خر شلک هم من باشه. میشمارم، اگه تا 100 تا نرفت بهش غذا نمیدم. 20 تا رفتم. 2000 years later. 100 تا نشده هنوز؟ دوباره برمیگرده از اول. میگه 100 تا شده دیگه. کمر چیکست. بابایی پادشاه میاد پایین. دیگه میرم کلا. بفرمایید پادشاه. من اینا رو نمیخوام. بابا برام کروسان بیار. تو مامانی نیاره. تو وایسادی برو بیار دیگه. پنیر میخوای برات لقمه بگیرم؟ من کروسان میخوام. کروسان نداریم، باید برم بخرم. برو بخر دیگه، پادشاه داره میگه. پادشاه خوبه؟ آره. پادشاه برات گرفتم. من که نگفتم فقط کروسان، یه چیزی دیگه هم بگیر. تاینی کیک. تو یادش دادی؟ من یاد دادم پادشاه. نه گفتی کروسان، من کروسان بعد گفتم من دیگه نمیرم. این چیزای دیگه هم تاینی هم میخوره. من نمیرم. اگه نری تنبیه میشی. میشه مامانی بره؟ نه برو تنبیه میشی دوباره. برو. من نمیام اصلا. مامانی بیا. بله پادشاه. همه لباس آرایشی تو بیار اینجا، میخوام یه کاری کنم. ما میخوای بکنی پادشاه؟ حالا بیار یه کاری میخوام بکنم. من رو لوازم آرایشی هم خیلی حساسم. بایدم بیاری چون تنبیه میشی. مامانی؟ اینجا مامانی نداریم، من شاهم. برای این پادشاه همه وسایلشون رو استفاده کنی نه؟ بفرمایید پادشاه. خیلی حساسی رو لوازم آرایشی. اش رو استفاده کن. میخوام تو رو آرایش کنم. بابا اینا رو گفتی بیاریم خب من آرایش کنی؟ آره. همه وسایلم 24 ساعته. درد و نفرین. پادشاه خوشگل آرایشش کن، غلیظ. بابایی صورت من اینجوری نگاه کن، زبر ریش داره نمیشه. من پادشاهم ها. راست میگه، حرف نزن تو حرفش. حواسم هستا. نمیذارم من آرایش کنی. نهارم نمیذارم بخوری ها. راست میگه. بیا بابا بیا صبحونه که نذاشتی بخورن. آرایشم که کردی دیگه بذار چایی بخورم لطفا. نه آخه پوستمون به چاک رفت. به خاطر همین نمیذارن که زن و رئیس جمهور بشن دیگه. همه رو میبینی تو مجلس همه رو آرایش کرده. دلت هم بخواد. اونم روژ لبه دوباره؟ آره. چرا دکتر؟ خیلی غلیظ بشه. ریمل؟ بله. بابای کور میشم، ریمل نزن دیگه. آی چی کارش کردی؟ محسن شبیه جن شدی. الان 2 ساعت داره من آرایش میکنه. تمام وسایل آرایشیامو زده به صورتت. این چیه؟ 3 تا روژ لب زدی تا الان. اینو دیگه نه اونو دیگه مامان نزن. اون گرون خریدم.
پادشاه قربان ناهار چی درست کنم؟ نودل. ناهار کسی نودل نمیخوره که. پادشاه ناهار کسی نودل نمیخوره. من دوست ندارم. من نودل دوست دارم، همه باید بخورم. غلطی این حالا. این حداقل زبون نداشتید. 44 متر زبون داره. پس من میرم یه 5-6 تا نودل میذارم دیگه. نودل درست کنیم با چاپستیک بخوریم. پادشاه بابا خب بذار یه ذره گریت کنم دیگه. خوشم نمیاد. سلام عزیزم، پادشاه عزیزم. بابایی داری چی کار میکنی؟ کارم انجام میدم. بابا یه نقشه برات دارم. هر کاری من بهت گفتم بکن. من شب میبرم شهر بازی باشه. لایک نشون بده بچه ها ببینن. بچه ها این تقلب نیستا. الان مامانی میاد صداش بزن بگو اینجا رو همش جارو کنه تمیز بشه. مامانی بیا اینجا رو کلی جارو بکش. چی شده؟ کلی اینجا رو جارو بکش. راست میگه جارو بکش اینجا تمیز کن. همش جارو بزنم؟ پس من راست میگه اینکه پادشاهه. بوده جارو روشن کن قشنگ تمیز جارو بزن. تو چرا داری میگی حالا؟ به تو چه اصلا؟ بابا خب پادشاه داره دستور میده دیگه. بعدش هم تی بکش. میگه بعدش هم تی بکش. تو که همیشه عزیزم این حرفا رو نمیزدی نازلی. پادشاه دیگه گفته دیگه. مطمئنی تو یادش نمیدی؟ یاد چیه؟ هیچ وقت نمیگفته جارو بزن. بابا تی گفته بکش. جارو بکش بعدم تی بکش دیگه. شدم از بس کار انجام دادم. امروز کامل گوشی تو بده من. میخوام استوری بزنم. استوری میخوای بذاری؟ آره. چی میخوای بذاری؟ میخوام فیلم بگیرم همه ببینن. تازه اینستاگرام اصلی. بابایی یه کاری بهت میگم بکن. تو استوری مامانیا بگو برین پیج منو فالو کن تا برن فالو کنن. تو چرا یادش میدی؟ من خودم همیشه پیجشو میذارم. تو من چی این خواهی کار بگی؟ نمی کنم تو داری میگی. چه مامانی و پادشاه لوسی. بهت گفت لوس. مجازاتش بکن. بابا نمیخواد یادش بدی. نمیخواد باباشو مجازات کنه. صورتتو بکن توی آب یخه. باید انجام بدی. آب یخ بیار صورتتو بکنی توش. بابا میگه من اگه نمیدونم. من گوشیمو میخوام بهش بدم تو هم باید همین کارو بکنی. شوخی میکنه. من با شوخی ندارم. من که نوکرتم. باشه. مامانی استوری نذار. عکس از خودت بگیر بذار باشه. تو میگه استوری هم بزن. میام میکشمت محسن. تنبیه. از صورتتو کامل بکنی توی آب یخه. بابای بس دیگه خیلی یخ میشه. بشو بری. بسه. خوبه واسه پوستت. تو بیا سرتو بزن. به من که نگفته. باشه بسه. برای روزنامه‌ام بذار. نه. گولم نمیخوره دیگه. خیلی یخه. یه دفعه برو. آرایشم ماسید. بعد 4 تا بریم. 4 تا؟ 3 تا دیگه. 2 تا الان رفته. 4 تا باشه تموم. اینو از تو اکسپلور یاد میگیره اینا که خود سازی میکنن و آره. چقدر پوستت خوب شد محسن. خوب شده پوستم؟ سفید شدی. مامانی هم این کار انجام میده. نه. یکی دیگه برو تمومه. 4. بابا این خوشش اومده. من قبول ندارم. این چه مجازاتیه؟ خیلی خوبه هر روز صبح اینجوری میکنم دیگه. خوشش اومده. کاش گفته بودی آب داغ. نه پوستم میسوزه بابایی. بسوزه. خیلی بیرحمه. فوتش کن. بابای خودت فوت داری دیگه. چه پادشاهیه دیگه. من فوت کنم چه؟ هنوز داغ دوباره. حال خوبه. اول بده به بابایی بعد خودت بخور. راست میگه. چی؟ آفرین. ببین بچه چجوری ذهنش کار میکنه. یعنی من نخورم؟ اول بده به بابایی دیگه خودت بخور. اصلا اینجوری نبود. من نمیدونم چرا اینجوری شده. بابایی بهم داغ میده. فوتش کن دیگه خودت. بهش بگو فوتش کنه خودش. چرا بهش میگی؟ یادش نده. باز کن دهنتو. بسته؟ نه. سیرم نمیشه این حالا همش میخوره. دهنتو باز کن. باز کن من با چاپستیک میخورم. تو یه پادشاهی داری دستور میدی. بهش بگو برام چاپستیک نه بیار. خیر بهش بگو چیه من انجام نمیدم. داری یادش میدی؟ نه. یادش داده بودی؟ نه. بابای بهت یاد داد؟ راستشو بگو چیزی نمیگی. بابای نه تو رو خود نه نرید. بابا این شلواره رو تازه من نمیدونم چرا یادش میدی؟ فهمیدم اون جارو تو یادش دادی؟
کدوم جارویی؟ جارو کردم تایی کشیدم. وای من چیزی بهت گفتم. چی گفتم من؟ گفت میبرن چهره بازی. شعوری. بابا چرا گفتی؟ چرا یادش میدی؟ خودش باید بگه. همیشه با من دشمنه. بابا نکن دیگه. حرفش گوش نده دیگه. چرا هرچی بلا سر من میاد آخه من اوروش کردن نودل میسرم ریختن. گفتی بابایی؟ مرسی واقعا مرسی. پاشین منو ببرین شهر بازی. چی شده؟ پاشین منو ببرین شهر بازی. من خوابم میاد. بابا میشه شب بریم؟ نه من پادشاه بودم. یادمون رفته بود پادشاهه. چرا مالشو بریم دیگه چیکار کنیم؟ حالا کدوم شهر بازی میخوای؟ چه میدونم هر شهر بازی بود هر خانه بازی بود دیگه منو ببرین. آخر ما رو کشون شهر بازی. بکنم یه چند میلیون اینجا پیاده شیم نیلو. فکر کردی پادشاهیه نازلی مثل این اصلیه فقط تا پفک برداشت. آره این یه آدامس بهش بدی تو فردا صبح که پادشاهیش تمومی هیچ کاری نمیکنه. پاستیل میدونی ضرر داره؟ من مگه پادشاه نبودم؟ چرا؟ باید پاستیل که برام بخری. باشه چند 260 تومن پاستیل پیاده شدیم. 260 تومن یه سیرگان هم برای این دیوونه گرفت. 290 300 تومن سرراست خدا بده برکت. حسین بیا بریم میگم فقط بریم. داریم میمیریم دیگه. خوش مارو بس که دستور داد. بیا بشین بیا. بابایی داری چی کار میکنی؟ منکرم خستت شده؟ گوش نده؟ کالباس میخوام. کالباس نداریم باید برم بخرم. برو بخر مگه چی میشه؟ جب گرفتار شدیم و من بخرم الان؟ آره نمیرم. باشه ببخشید. چرا شما نشستیم؟ بعد فقط من شام بخورم. ما نخوریم یعنی؟ نه بلند شیم. یعنی نشینیم هم اینجا؟ این مال منه. خیار گوجه این چیزا نمیخورم. ساندویچ برات درست کنم یه دونه؟ آره. نخوری خودتا. باشه. حواسم بهت هست. به من بگیریم. خودت میخوری به من نمیدی. گشنمه. منم گشنمه. گمبه پادشاه تو خیارشور نمیخوری یه دونه بردارم؟ نه. نمیخوری. زود باش دیگه گشنمه. چشم ببخشید حواسم نبود طبق عادت تقلب بود. نه دیگه تنبیه نه نمیشه. بفرمایید. گشنمه حسین یه راهی پیدا کن. گوشاشو بگیر چشماشو ببند. من برم اونجا تو چیز برو من باد میزنم. یا من بادش میزنم تو برو. چیزی دیگه نمیخوای؟ نه خوابم میاد دیگه. خب بابای برو سر جات بخواب دیگه. باید مثل اصل منو بغل کنی بخوابونی. تو اصلی؟ آره. محسن کمرت دوباره نابوده. من چرا؟ باشو دیگه داره به دستور میده میخوای تنبیه بشی باشو. وای نمیشه سر جات مثل هر شب بخوابی کمرم درد میگیره. نه بابای الان که پادشاهی به حرفت گوش میدم ها دیگه بعدن فردا اینا نمیذارم اینجوری با من حرف بزنی. خب عزیزم الان فقط پادشاهی ها فکر نکنی. مامانی شب بخیر. دیگه دستوری به من نداری من برم بخوابم. خدا رو شکر. چشم. لا 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 چرا میخندی؟ کمر دردی گرفتم که نگو تو هم اینجا خوابیدی مثل راسو.